روز هفتم ینور سال 2024 دو هفته مولت حبس مرد 30 ساله زاده تاجیکستان محمد رجب که در غرب آلمان با گمان آمادگی به حمله به کلیسای استفان مقدس و پارک فراغتی پراتر در شهر وین دستگیر شده بود به پایان رسید. اما پلیس آلمان گفت که او با درخواست پلیس استریا در پس پنجره باقی میماند تا زمانی که مقامات استریا در مورد به جوابگری کشاندن و یا اخراج این زاده تاجیکستان تصمیم بگیرند. خود محمد رجب و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی بنا به گمان تفتیشات او میخواست از نام سازمان تروریستی داعش خراسان در روزهای عید مولود مسیح و سال نو با ماشین پر از مواد ترکنده به کلیسا و باغ در وین حمله کنند. تفتیشات همچنین بر این است که محمد رجب تنها یک بخش یک شبکه بزرگ افراد داعش در اروپا بود که نقشه حمله به کلیسای مشهور قدیمه در شهر کیلن را نیز در سر داشت، ولی در کیلن حملهشان را میخواستند با استفاده از درون انجام بدهند. گفته میشود گروه بزرگ از جنگجویان داعش به اروپا پناه برده در اینجا شبه های مخفی این گروه تروریستی را سازمان دادند و گوش به قمار بودند که آیا رهبران داعش در آینده چه امری یا سپارشی به آنها خواهند داد. مطبوعات آلمان و استریا در روزهای آخر درباره سری بازداشت‌های اعضای داعش که متاسفانه اکثرشان زادگان تاجیکستان خبر میدهند. نخستین شده روز 23 دکامبر سال 2023 در یک منزل در شهر وزل آلمان محمد رجب با 4 همخانه‌اش دستگیر شدند. آن 4 نفر را بعد بازپرسی جواب دادند، ولی محمد رجب را تا هفتم ینور به حبس گرفتند و اینک مولت حبسش باز تمدید شد. همزمان با او همان روز 23 دکامبر در وین پایتخت استریا 4 نفر از جمله زن و شوهر را دستگیر کردند. نام یکی از آنها نشر شده است، مراد تاژبکوویچ. نفر شمرده می شود که عضو شعبه داعش در وین بوده. همچنین کانال تماس بین رهبران داعش خراسان و جنگجویان به اروپا را یافته خدمت می کرد. از جمله تفتیشات معاین کرده است که او با محمد رجب از 20 تا 23 نوامبر سال 2023 در شهر سنت وندل آلمان ملاقات کرده است. گمان می رود که آنها جزئیات حمله نقش ریزی شدهشان را مصلحت می کردند. روز 31 دکامبر در شهر نیورونیخ در کنار کیلن با اتهام دست داشتن در آمادگی به انجام حمله تروریستی 4 نفر، یک جوان 25 ساله از تاجیکستان، 2 زاده ازبکستانی و یک شهروند ترکتبار آلمان دستگیر شدند. پلیس 3 نفر آنها را بعد سال نو جواب داد، ولی جوان تاجیک را فعلا برای 14 روز به حبس گرفته است. مطبوعات آلمان همچنین خبر دادند که با این اتهام دست داشتن در نقشه‌های حمله به کلیسای قدیمه کیلن با 3 زاده دیگر اتحاد شوروی دستگیر شدند. شهروند 28 ساله تاجیکستان با همسرش و یک مرد 47 ساله زاده چچنستان. ژورنالیستان نیمسی در پی این سری بازداشت‌ها سوالی را مطرح می‌کنند که اینقدر جنگجوی اسلامگرای زاده تاجیکستان در آلمان از کجا و چگونه پیدا شدند. روزنامه بیلد با تکیه به منابعش در مقامات امنیتی و پلیس آلمان خبر داد که اکثر این افراطگرایان زاده تاجیکستان در جامعه گریزه‌های جنگ اوکراین به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی آمدند. بنا به معلومات دریافتی بیلد، جنگجویان تاجیکستانی برای ورود به آلمان کشورهای دیگر اروپا از سندهای قلبکی که در اوکراین دریافت کردن استفاده برده، در اینجا با شکایت از اینکه در کشورهای خود تحت فشار و تعقیب قرار دارند خیلی به آسانی و بدون پرسجوی زیاد حق بود و باش پیدا میکنند. این فرضیه را اولین شده پایگاه خبری بامداد مطرح کرده بود. یک منبع بامداد در آلمان نقل کرده بود که بعد تارمار شدن داعش در سوریه و عراق اکثر جنگجویانش رو به فرار آوردند. در اول یک قسم آنها به روسیه که در وقتش از همه جا به خاورمیانه رفته بودند برگشتند، ولی مقامات روسیه درخواست استرداد افراد تحت جستجو را قریب هیچگاه رد نمی کنند، به خصوص اگر اتهامات مربوط به تروریسم و افراطگرایی باشد. از این رو بعد بازداشت و استرداد نخستین همسنگرانش در روسیه، جنگجویان فراری داعش در جستجوی مکان امن‌تر رو به اوکراین آوردند. اولا به این دلیل که اوکراین با کشورهای سابق شوروی ویزا جاری نکرده است. ثانیاً کیف قریب هیچگاه افراد تحت جستجو را به این کشورها تسلیم نمی کند. قبلا هم درباره چند مورد با اتهام آمادگی به حمله ها از نام داعش دستگیر شدن زادگان تاجیکستان در اروپا خبرها به دست می رسید، ولی این دفعه بار اول در کنار مردان
دست کم 2 همسر زادگان تاجیکستان نیز با این اتهام دست داشتند در فعالیت‌های تروریستی به دست افتادند.